اگر اوورال، اگر مجموع افکارمون در روز مثبت باشه، اتفاقات خوب در تمام جنبه ها برای ما میفته. این نیست که ما مثلا، این یکی از اون موضوعاتی بود که خیلی ها پرسیدن آقا من الان مثلا تمرکز کنم روی ثروت یا تمرکز کنم روی سلامتی. یعنی فکر میکنیم که اگر ما تمرکز کنیم روی سلامتی از ثروت دور میشیم، اگه تمرکز کنیم روی ثروت از رابطه دور میشیم، تمرکز کنم روی ارتباطاتم یا تمرکز کنم روی ثروت. این نگاهی که اغلب داریم، فکر میکنیم که سیستم اینجوریه که اگه به هر چیزی، اگه به ثروت فکر نکنم، ثروت از زندگی میره بیرون. اگر ما افکاری رو داشته باشیم که احساس خوبی به ما میده، آنچه که میخواهیم، چه آنچه که میخواهیم و میدانیم که میخواهیم، چه آنچه که نیازمون هست و نمیدانیم که میخواهیم، آنچه که میخواهیم، آنچه که نیازمون هست وارد زندگیمون میشه.